سلام بچه‌ها، چطورید؟ اسم من فرزاده، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز با یه ترفند باحال اومدم که بتونید کمتر از 2 دقیقه شنا تک دست بزنید. بریم سری یادش بدم که وقت تلفی نشه. اول از همه شما باید بتونید راحت بین 10 تا 20 تا شنا بزنید. دوم، پاها رو تا جایی که میتونید یا به قول معروف تا ناموس باز میکنید. تو این پوزیشن پا هیچ وزنی نمیندازه و انگار فقط داری بالاتنه رو با شنا میزنی. تو مرحله سوم پاها رو یکم جمع‌تر میکنی و فشار بیشتری رو احساس میکنی. اگه میخوای شنا تک دست کامل بزنی این 2 مرحله رو باید خیلی تمرین کنی و در نهایت بتونی پاهاتو کاملا جمع کنی و شنا تک دست بزنی و این واقعا سخته و کار هر کسی نیست. امیدوارم بهش برسید. راستی یادم رفت بگم اگر این ویدیو خوشت اومده حتما لایک کن، کامنت بذار و اینکه برای دوستاتم بفرست تا بتونن استفاده کنن از این ویدیو. خیلی ممنون. بدرود.